در سال 1384 هجری شمسی کل جمعیت ترک‌های دنیا حدود 400 میلیون نفر بود که در نقاط مختلف دنیا به شرح ذیل سکونت دارند. کشورهایی که زبان رسمی و نوشتاری آنها ترکی و مستقل می باشند 7 کشور است. کشورهای ازبکستان، قزاقستان، قبرس شمالی، ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان و قرقیزستان می باشد. سرزمین هایی که جمهوری بوده و به صورت خود مختارند و زبان رسمی و نوشتاری آنها ترکی است، ولی در کنار آن زبان مشترک دیگری نیز دارند که 12 جمهوری می باشند. عبارتند از جمهوری ترک آلتای، جمهوری ترک هاکاس، جمهوری ترک